یابد. مسلماً درک دستاوردهای بریتانیا در راستای شناخت بسیاری از نهادها و اندیشه‌های دنیای خود ما از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا این سرزمین کوچک جزیره‌ای میراثی بر جای نهاده که تا ماورای سواحل جزایر بریتانیا راه یافته است. برخی از دستاوردهای گوناگون آن عبارتند از نظام پارلمانی، مفهوم پادشاه قانونی، عرف، داستان‌های شکسپیر، انگلیکان، متودیست، کلیساهای کانگ گیشنال، بازی فوتبال، انقلاب صنعتی، انشاء حکم احضار به دادگاه، صلح بریتانیایی و دول مشترک المنافع. بسیاری از نهادها و سنن جهان انگلیسی زبان مدیون کشور مادر و نیز مدیون میلیون‌ها مهاجر انگلیسی است که ترجمان این اندیشه‌های جامعه آزاد در مستعمرات بودند. ایالات متحده بزرگترین نوع این مهاجرت هاست. تقریباً نیمی از دوران تاریخ امریکا اساساً به تاریخ مستعمراتی بریتانیا برمیگردد و آل روز مورخ برجسته دوران الیزابت با این دیدگاه که ایالات متحده چراغ